به دنبال شرکت ترکی تورکش ایرلاینز، یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان سامان ایر نیز تصمیم گرفته است که شماره پروازهایش را در سمت دوشنبه استانبول دوشنبه زیاد می نماید. مرکز مطبوعات شرکت هواپیمایی سامان ایر خبر داد که شروع از 5 ایون سال 2022 سامان ایر از دوشنبه به استانبول در یک هفته 3 مرتبه روزهای سه‌شنبه، جمعه و یکشنبه پرواز انجام می‌دهد. پروازها در این مسیر توسط هواپیماهای بوینگ 737-800 و 737-900 اجرا می شود. قبلا شرکت ترکی تورکش ایرلاینز اعلام کرد که از نیمه دوم ماه شماره پروازهایش بین استانبول و دوشنبه را به 3 پرواز در هفته می رساند. معلومات بیشتر و چپتای خط سیر مذکور را از خزینه های چپته فروشی و مرکز معلومات‌دهی و فروش چپتای شرکت هواپیمایی دسترس کردن ممکن است. در سامانه سامان ایر نرخ پروازها از دوشنبه به استانبول از 278 تا 397 یورو نشان داده شدند. نرخ پرواز از استانبول به دوشنبه برای اکونوم کلاس از 260 یورو سر شده، نرخ پرواز در بیزنس کلاس 530 یورو مقرر کرده شده است.